حضرت انس رضی الله عنه روایت میکند که یک مرد نزد رسول خدا آمد صلی الله علیه و سلم. یک مرد نزد رسول خدا آمد گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم اريد ان اكون اعلم الناس. یا رسول الله اريد ان اكون اعلم الناس. یک اعرابی آمد گفت ای رسول خدا میخواهم که از همه داناتر باشم، میخواهم که از همه عالمتر باشم. رسول معظم صلی الله علیه و سلم برایش چی فرمود؟ گفت اتق الله تکن اعلم الناس. این مرد گفت که یا رسول خدا میخواهم عالمتر باشم، از همه باسوادتر باشم، از همه داناتر باشم. در حالتی که اسباب علم آموختن کتاب است، قلم است، کاغذ است، معلم است، استاد است. هیچ کس از پیش خودش استاد نمی شود جل جلاله. هیچ کس از پیش خودش معلم نشده است، نمی شود. کتاب خواندن سبب علم آموختن است. نزد استاد رفتن و دوزانو زدن و او را خدمت کردن و از اون علم آموختن، این سبب است. اما رسول خدا صلی الله علیه وسلم برای این اعرابی که نزد خودش آمده بود، اهل شارحین میگویند که این اعرابی حضرت خالد ابن ولید بود. حضرت خالد ابن ولید ملقب به چی؟ لقب حضرت خالد چی بود؟ سیف الله. بارک الله. سیف الله، شمشیر الله، سیف الله. همین خالد بود. گفت یا رسول خدا میخواهم داناتر باشم از همه. پیامبر خدا گفتن اتق الله تکن اعلم الناس. تو متقی باش، از همه داناتر میشه، از همه داناتر میشه. برای همین خاطر تقوا و رزق روزی حلال با تقوا شرط و مشروطه. این خوب در سر جا بکن. تقوا و برکت شرط و مشروطن. اگر تقوا نداشته باشی برکت ندارد، مالت برکت ندارد، علمت برکت ندارد، فرزندت برکت ندارد. برای چی؟ برای که تو تقوا را پیشه نکرده. علم و تقوا شرط و مشروطن. علم با گناه یک جا جمع نمی شود. علم و گناه یک جا جمع نمی شود. علم با تقوا یک جا جمع می شود. مالت زیاده می شود به تقوا. در جانت خداوند برکت عطا می نماید به تقوا. به تقوا. برای همین خاطر تقوا انسان را به درجه علیین می رساند. تقوا انسان را به سوی جنت می رساند. برای این خاطر در ابتدا گفتیم که اگر انسان را خداوند دو چیز برای انسان داده است، یکی عقل و یکی نفس، یعنی که شهوت. شهوت انسان اگر بر عقل انسان غالب بیاید، غلبه بکند، انسان از چارپا بدتر می شود. لیکن اگر عقل انسان بر نفس انسان غالب بیاید، از ملائکه هم بالاتر می شود. بالاتر می شود. برای این خاطر خداوند فرمودن برای من و شما که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ای مؤمنان شما از خداوند بترسید همون طوری که حق ترسیدن است. الله سبحانه و تعالی من و شما را اهل تقوا بگرداند. الله سبحانه و تعالی من و شما را توفیق عمل عطا بگرداند. اللهم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.